بنا به خبرهایی که روز 20 مای سال 2022 از ولایت مختار کوهستان بدخشان به دست رسیدند، وضع در این منطقه نوآرام در شرق تاجیکستان نسبتاً آرام‌تر شده است. در شهر خوروغ اعتراضگران شورای استراتژی دوشنبه خوروغ قلمه را که 3 روز باز در محله اوپیده مسدود کرده شده بود، روز 20 مای باز کردند و گفته می شود روی نقلیات و انتقال بار توسط این راه از سر گرفته شد. باز کردن این شورای استراتژی یکی از طلب‌های اساسی بود که مقامات قدرتی شام 18 مای در پی سرکوب اعتراضها در نویه روشان در پیش اعتراضگران خوروغ گذاشته بودند. مقامات از اعتراضگران در خوروغ همچنین طلب دارند که سلاح خود را سپرده به مقامات تسلیم شوند. ولی ساکنان خوروغ به پایگاه خبری بامداد خبر دادند که راههای محله بر خوروغ، محل زیست و پایگاه اساسی طرفداران محمد باقرов، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، همچنان مسدود باقی میماند و ساکنان دیگر محله‌های خوروغ امکان رفتن به بر خوروغ را ندارند. ساکنان خود بر خوروغ نیز تقریبا کوشش از این منطقه برآمدن نمی‌کنند. به این حال روز 20 مای در نویه روشان، مرکز اساسی سرکوب اعتراضهای اخیر، ساکنان به گور و چوب افراد روز 18 مای کشته شده ادامه دادند. روز 20 مای در اینجا همچنین مادر تاج‌الدین نظربیکوف، ساکن ده روشان را در کنار مزار پسرش به خاک سپاریدند. گفته می شود روز 19 مای وقتی مقامات مرده پسرش را سپاریدند، این زن برابر دیدن جسد فرزندش دلکف شده وفات کرده است. مقامات تا کنون هلاکت یک افسر میلیسا و 8 تن از اعتراضگران را در روشان رسما تصدیق کردند، ولی ساکنان میگویند که روز 19 مای مقامات جسدهای 21 ساکن روشان را به خویش و تبارشان دادند. ساکنان بر اینند که شماره کشته شده ها از اینم بیشتر است.